نامرد! نامرد! تو را از بین میبرم. به خاطر دویگو، به خاطر او مجبور استم این کار بکنم. فقالوا إنا إليكم مرسلون. بیادر، کارش خلاص است. با خاطر تو یک قدر جنجالا سر ما آمد. با کدام روی ده خانه ما آمدی احمق؟ از خانه‌ام گم شو. وقت علی جان صاحب بیادر شوه از اینام برش میگیریم. دوستارا را واس کنن که امبولانس میه. لطفاً خانم محترم لطفاً پس شوین. مولا علی سیفدار پیدا کردین. او خوب است. سودای انگیم اینجا نیست. یعنی چی که نیست؟ همینجا بود کار میکرد. اونا سوداره امروی خود بردن. یعنی چی که اویگار اختطافش کرده؟ وای بیشرف پست. مولا علی به خاله خیریه چی بگویم؟ امی که شنیدم پیش شما آمدم. برش چیز نگفتم که به تشویش نشه. برش بگو دخترت هیچ چیز نمیشه. او را نجات میتون. پیلوت تو هم خانه برو. ببین استاد، او ایگار بی غیرت یک گل سگ همراه خود میگردانه تو قتل عام میکنه. از همین خاطر نباید تنها بری. پیلوت گفتم خانه برو. این مسئله مربوط ممیشه. این مسئله دویگاه مربوط ممیشد. اما وقتی او را از دست نجمی بی شرف نجات میدادم تو به من کمک کردی. یادت است بلیاز خدای تو نگو بان که برو همراهت. در روز سالگیری بچه می اتفاقات ببین. آی جانم، خلاص شدنی نیست. ای جنجالای ما هیچ وقت خلاص نمیشه. هیچ خلاص نمیشه. طبعا که خلاص نمیشه. خدا کنه که سیف داره چیزی نشده باشه. خیر ببینی ودت. سعیز بچه چی میگه؟ نه اویگار نه هم سگایش هیچ کس در قصر نیست. ودت هم روی بچه ها رفته اونجا رو دیده. اویگار حتی در نزدیک قصر هم دیده نشده. او بیشرف سیف داره حتما در کدوم جایی پد کرده. اما کجا؟ بگو استاد، حالا ما باید چی کنیم؟ تو را حاله به منطقیم پیش خانیم میبرم. تو متوجه کسایی باش که در خانیم هستن. پس تو چی؟ تو چی میکنی؟ او لاشخوره چه قسم پیدا خواد کردی استاد؟ آقا کرد. پیش آقا کرد میرم. از اینکه اعتماد علی را کاملا به دست آورده مطمئن هستین آقا؟ بله، اما روزی که نفرای گاره کشتم در چشمای علی اعتماد دیدم. ارس کشتنه علی از طرف اویگار ای دفعه با فایده ما شد جان. اما اویگار است. بعد از این در جای خود آرام نمیشینه. بعد از این که اختارش دادیم باید آرام باشه. چیزی معلوم نیست جان. از این کلی و پیلوت با هم بیادرهای سکه هستن. امکان داره در روزای سخت از این استفاده کنه. بله، از اینکه گپ فهمید بسیار بد شد. مثل بم دستی شد. هر لحظه امکان داره خرابی کنه. نه او قدرم نه دیگه. گفتم نه، در روزای سخت امکان داره ازش استفاده کنه.
فقط در روزای سختش. از که فهمید علی و پیلوت با هم بیادر هستن، این معلومات قدر به دردش نمیخوره. او هیچ وقت نمیخواه علی قوی شوه. کاکای ویگار، به نظرتان کل چیزا قصه کده؟ تو میخوای چی بگوی جان؟ ما ترسیدم که از زینب برش چیزی نگفته باشه آقا. یعنی قسم بسیار خطرناک میشه. کاکای ویگاری را از کجا بفهمه جان؟ ای که زینب در دنیا خواهر اصلی علی و پیلوت است. در بین همگی فقط من میفهمم و دیگه تو میفهمی. ویگاری ها کدام کس دیگه هیچ وقت این موضوع را نفهمن. فهمیدی هیچ وقت تا که من نخواهیم. بفرمایین ملکه من. امرای خود میگم که رانندگی خونی چطور است که پدرم یک وظیفه دیگه برات بده؟ چرا؟ اینه که از کارم خوشتان نامد چطور خانم؟ نه از او خاطر نیست. چی بفهمم؟ مثل باغبانی یا یکان چیز دیگه. این قسم وقتی خانه می آمدی مجبور نمی شدم که از تو جدا شوم. یک قسم بگونی؟ ما گفتم یک دفعه ازم خسته نشده باشی. ای عشقم تو نگو، من هیچ وقت از تو خسته شده نمیتونم. آقای راننده تو چی میکنی؟ های زینب این کلمه رو دیگه با من استفاده نکنی. های چی کنیم حالا باورم نمیشه. دیدن تو به قدر راحتی و قدر زیباست که هیچ پرسان نکن. چی شد که پدرم ازتش منصرف شد؟ حالا باورم نمیشه. چیزی نیست که باور نکنی عشقم. بالاخره پدرت از دیگه مثل دیگه پدر خوشی دخترش میخواه قلبم. شب خوش. شب خوش جانم. اگه بفهمه که را فرزندی گرفتیم هیچ وقت مرا نمی بخشه. ما با خود فکر کردیم جان، اما او را نباید چیز شوه. زینب نباید بفهمه. بیازو بسیار مریض است. اگه خبر شوه دختر اصلیم نیست ای را ما تحمل کرده نمیتونم. پدر از اینکه زینب فرزندی است هیچ وقت نباید خبر شوه جان. مرا درک میکنی نه؟ اگه با مرام نباید بفهمه. زینب مثل همیشه باید فکر کنه که دختر اصلی است و به زندگی خود ادامه بده. اگه خبر شوه دختر اصلیم نیست ایرا ما تحمل کرده نمیتونم. اگه با مرام نباید بفهمه. زینب مثل همیشه باید فکر کنه که دختر اصلی است و به زندگی خود ادامه بده. اگه خبر شوه دختر اصلیم نیست ایرا ما تحمل کرده نمیتونم. زینب همیشه باید فکر کنه دختر اصلیم است و با زندگی خود ادامه بده. زینب نباید بفهمه. بیازو بسیار مریض است. اگه خبر شوه دختر اصلیم نیست ایرا ما تحمل کرده نمیتونم. زینب همیشه باید فکر کنه دختر اصلیم است و با زندگی خود ادامه بده. اگه با مرام اجازه نمیتم از این موضوع کسی خبر شوه او هیچ وقت نفهمه که دختر اصلیم نیست. زینب اگه خبر شوه که دختر اصلیم نیست ایره تحمل کرده نمیتونم.
امکان نداره. از اینکه فرزندی است هیچ وقت نباید خبر شود جان. اگه بمرم هم نباید بفهمه. زینب مثل همیشه باید فکر کنه که دختر اصلی ماسو با زندگی خود ادامه بده. نه دروغ است. زینب مثل همیشه باید فکر کنه دختر اصلی ماسو با زندگی خود ادامه بده. برات یک وصیت دارم جان. اگه به مرمام نباید بگویی. زینب من همیشه باید پدر خود فکر کنه. خدا نکنه آقا خداوند عمر دراز بتیتان و دیگه ای که کی میفهمه که اول کی میموره. خداوند عمر مرم به شما بده. گپ ما فهمیدی یا نه؟ فهمیدم آقا، البته که فهمیدم. از اینکه خوار و بیادر هستن از این موضوع هیچ کس نباید خبر شوه. علی بعد از اینکه من مردم از رابطه مورنیکو نباید بفهمه جان. نمیخوایم از متنفر شوه. بله علی آمده. علی گفتی؟ بیایا روانش کنین. خیرت باش علی، دی وقت شو. سیفدا را اختطاف کردن آقا کرد. اینجا کجاست؟ شما کی هستی؟ کمک! چی میخواین از من؟ تو را پیش ما آوردن خانم عزیزه. تو؟ با خانه خود ما خوش آمدی. مطمئن هستی که کارو است؟ با جز اویگار دیگه کی کار کدم ایتون آقا کرد؟ ببین او آدم پسته، با دستای خودم به تو تسلیم کدم. او بیشرفه، با جای ازی که تا آخر عمر در زندان منداختی آزاد کردی. و اگه او آزاد نمی بود حال سیفدا در اینجا پیش خودم می بود. با ما او را پیدا میکنی آقا کرد. با ما اویگاره سیفداره هر قسم میشه پیدا میکنی. پیداش میکنم علی، پیداش میکنم، وعده میتم. در سراخ کپوت شده پیداش میکنم. دل جمع باشه. خانم زینب، وقت دوا. خانم زینب، خانم زینب، خانم زینب شما خوب هستی؟ خانم زینب صدای من بشنوین؟ خانم زینب، خانم زینب چی میشه به هوش بیاین؟ خانم زینب. علی اما تو هم باید با ما یک وعده بتی. با تنهایی اونجا نمیری. اویگار چیز آدمایی که پیش کاکاش کار میکرد تمامش پیش خود گرفته. تمامش گرفته. او آدم حال زیاد خطرناک شده. آقا کرد کتی ما غرض نگی. فقط اویگار را برم پیدا کن. ای که ما چی میکنم و چی نمیکنم مربوط تو نمیشه. آقا کرد، آقا کرد کمک کنین. آقا کرد کمک کنین. چی شده؟ خانم زینب، خانم زینب در اتاقش بوده بهوش افتیده. زینب، زینب قند پدر چشمای تواز کو. چشمای تواز کو دخترم، چشمای تواز کو. لطفا مرا تنها نمان. زود باش با دکتر زنگ بزن. الا چی شدهش؟ نمیفهمم. وقتی که آمد من قسم در زمین افتیده بود. خدایا زینب محضم نگی. خواهش میکنم، خواهش میکنم. زیاد جوان است. نتر زینب خوب میشه. زنده است. کدام مریضی داشته؟ چطور؟ قلبی. سیز کدام دوایی داره که باید برش بدیم؟ پس برین بیارینش. همیاله بگی.
خوب شد آقا کرد، تشویش نکنین. خوب هستی دخترم؟ زینب تو خوب هستی؟ خوب هستی دخترم؟ خوب هستم. خوب هستی؟ زینب مثل همیشه باید فکر کنه دختر اصلی مصوب زندگی خود ادامه بده. حال خوب تر شد. حال خوب تر هستی نه زینب؟ خوب هستم. صبر، هوش کنی از جایت نخیزی. آقا کرد خوب است که یک بار به شفاخانه ببریمش. آجه سعیس با امبولانس زنگ بزنین، زود باشین. خوب هستم، نیاز نیست. امکان نداره دخترم. گفتم نیاز نیست. هیچ که نشد یک دکتر اینجا بخواین. دکتر خواستیم میاین سعیس. بسیار تشکر علی بیدر، اما من خوب هستم. شفا باشه زینب، خداوند شفای عاجل نصیب کنه. علی بچم زنده باشی، زنده باشی. ایلایم کنین، گفتم ایلایم کنین. ایلایم کو. درست است علاج کن. تو میخوایی چی کنی اویگار؟ میخوایی چی کنی آدم کثیف؟ ما چی کردیم خانم عزیزم؟ به خاطر که همراه توی یک شب عاشقانه را سپری کنم آمادگی گرفتیم. دیوانه شدی؟ تو دیوانه شدی؟ یعنی چی در رستوران با حمله کردی کل انسانهای اونجا را کشتی؟ بله واقعا که تو راست میگی. به خاطر اون موضوع بسیار جگرخون شدم سیفدا، بسیار جگرخون شدم. برایشان گفتم که یک نفرم نباید که زخمی شود سیفدا. باور کو امی قسم گفتم سیفدا، اما اونا به گفتی مکدن. خونه اونا با خشونت پر شده. اما هیچ تشویش نکو سیفدا، من کلی چیز حل میکنم. تو خوب نیستی. تو عقلت از دست دادی. بله از دست داده. تو با من نه عقل ماندی و نه اون فکر. کلش از خاطر عشقی است که نسبت به تو دارم، اما میگذره. مطمئن باش کلش میگذره. وقتی که به هم برسیم بسیار خوشبخت خواهد شدیم خانم عزیزم. به من خانم عزیزم نکو. من خانم تو نیستم. من هیچ چیزتون نمیشم احمق. اگه به خاطر طلاق ندادن اصرار کنی، اگه مرا به زورم اینجا بیاری، بازم هیچ چیز تغییر نخواد کرد. تغییر خواهد کرد سیفدا. کلی چیز تغییر خواهد کرد سیفدا. به خاطر چی تغییر خواهد کرد؟ چون که شرایط تغییر خواهد کرد. وقتی شرایط تغییر کنه چی میشه؟ تو هم حتما تغییر میکنی. وقتی تو را میبینم دل بد میشم. از تو نفرت دارم آیگار. والا که مترس. عشقای بزرگ همیشه با نفرت شروع میشه. بله اما نفرت تو کمی زیاد طول کشید سیفدا جان. بیبی که ما چی میگم میفهمی؟ به نظرم ما کلی چیزا از نو شروع میکنیم. امروز قسم رویه کنیم که فقط تازه آشنا شدیم. بیا بیشی. بیا. درست است. ببین به خاطر تو یک میز فوق العاده را آماده ساختیم عزیزم. حالا برو بیشی. میز چی ها؟ میز چی؟ تو واقعا یک انسان روانی هستی. آدم پست بیشرف. مرا در اینجا بزرگ نگاه کردن نمیتونی. وقتی که توی قسم گپ میزنی من زیاد جگرخون میشم سیفدا. زیاد جگرخون میشی؟ بسیار زیاد. پس بابار خدا لعنتت کنه. الهام کو آدم پست. چی میکنی احمق؟ چی میکنی؟ تو با خانم ما چطور قسم رویه کردی احمق؟ سیفدا تو خوب هستی جانم؟ بیا اینجا بیشی. درست است بیشی زندگی. ببین اگه یک دفعه دیگه ببینم کدام جای خانم ما زخمی بسازی تو رو زنده نمیمانم احمق. زنده نمیمانم. بفرمایین خانم سیفدا. بیشی زندگی. تو بیشی. درست است. حالا ما و خانم ما تنها بانین. گلتان گم شوین. زود شوین. تو
توی آدم پسته بیبی. اختطاف کردن سیفدا بس نبود که او جانور اقدر انسانای زیاده کشته. مادر کلان پدرم چه وقت خانه میایه؟ او دیگه نمیایه بچیم. حالا تو برو وسایل تا بیار که با هم بازی کنیم. حالا دیگه بچه قندم. او روانی ده حق سیفدا کدام کار نکنه؟ نه، فکر نکنم به او ضرر برسانه. چرا ضرر برسانه جانم؟ بالاخره او زن نکاشدگیش است. یکی او زن کی است معلوم نیست. مادر راست میگم دیگه. نظر به ای که علی در روز تولد بچه خود ایلاکت پشت از زن رفت. بر صورت ما هم دیگه باید بریم دویگو. معلوم است بیاز و خانواده تنوز اتفاق اختطافت را فراموش نکردن. حال از این اتفاق خبر شوند باز زیادتر به تشویش میشن. راست میگی اما پیش از آمدن علی عزلمشان نباید تنابونیم. علی؟ پدر؟ بچه پیش از خلاص شدن روز تولدم اومدی. امکان داره که نبیاییم بچیم. البته که میایم. مادر کلانم گفته بود نمیایی اما من منتظر بودم. ما هم دیگه میریم استاد علی. سیس حالا تو هم برو کم ساتری کن. سیس پیلوت زنده باشین. استغفرالله استاد. کدام فایده ما نرسیده، اما تو خود ناراحت نساز. سفدای انگره پیدا میکنیم. زنده باشی. خداحافظ. شب بخیر. شب بخیر. ما شما را بد رقم میکنم. میشه چند دقیقه ساتری کنه؟ البته. خاله سفدایی را بریم خریده. چه وقت قطعی ساتری میکنیم؟ باید یگان وقت امی قسم میدیدیم. یعنی عروسی کردیم اما تک و تنهای جایی نرفتیم. اما تو تشویش نکن. از این بابات همیشه تنها میباشیم سفدا. اما تو خیلی هیچ چیز نمیخوری. حالا تو هم شروع کن دیگه. تو مریض هستی اویگار. دیگه شروع نکن سفدا. مریض هستی؟ بله مریض هستم. اگه مریض باشم به خاطر عشقی که نسبت به تو دارم مریض هستم. حالا پیشانیت ترش نگی. کمی خنده کن. مرا به زور به اینجا میاری. بعدش هم توقع داری خنده کنم. یعنی به نظرم جزئیاتش تو را خفه میسازه. آمدن تو به اینجا مهم نیست. مهم ای است که فعلا با هم یک جای هستیم. تو همیشه پیشانیت ترش است. در صورت که اگر کمی راحت شوی آرام میشی. با من دست نزن. اگر ای بد اخلاقی را کمی اعلا کنی این لحظه را تک و تنها بودن ما را و اگر از این نانای مزه‌دار کمی بچشی باز متوجه میشی که من تو را چقدر دوست دارم سفدا. دو صورت برات وعده میتم به خاطر این عشق ناپایان به من تسلیم خواهد شده جانه. از من دور باش. اگه یک بار دیگه به من دست بزنی تو را از بین میبرم. حالا چاقو رو بنداز سفدا که از این شوی زیبا لذت ببریم. چطور؟ به من نزدیک نشو. گفتم به من نزدیک نشو. بیازو در دستت اقسم چیزا هیچ خوب معلوم نمیشد. از اینکه چقدر به تو نزدیک هستم اون نفسهای گرمت در رویم حس میکنم سفدا. بسیار زیباست. تو هم میخوایی که این لحظه
هیچ وقت خلاص نشنی خانم عزیزم. سفدا کجا میری؟ با نظرم که بازی موش و پشک زیاد طولانی شد. سفدا اینجا بیا. سفدا دروازه رو باز که خانم عزیز. از من دور باش آدم بس، از من دور باش. سفدا سفدا تو دو داخل چی میکنی عزیزم؟ ای دروازه را باز کو. سفدا ای قسم قار میشم. گفتم باز کو. باز کو. گوش کو. تو زنم هستی سفدا. گپ ما فهمیدی؟ با تو بیش از حد صبر من نشان دادیم. ای بازی یا دیر یا زود خلاص خود شد. از من میشی. از من میشی. گفتم از من میشی سفدا. واز کو. واز کو. بجایی که از تو جواب حاضر است و بامان مایگان. خدا لعنتت کنه. سفدا. سفدا. خدا لعنتت کنه. علی ما به خاطر سفدا زیاد جگرخون شدم. اما ازت خواهش میکنم ای که میخوای او را نجات بدی فراموش نکنی که یک بچه هم داری. علی لطفاً ای دفعه پیش از ای که خودت در خطر بندازی به علی جان فکر کو. تو یک کار نکو که بچه‌م بی پدر بانه. لطفاً توقع داری چی کنم مظلم؟ سفدا اختطاف شده. جازده چی وضعیت است نمیفهمم. دست و پایم کاملا بسته است. توقع داریم تو 6 تا منتظر باشم؟ که اول تر از همه تو یک پدر استی. مظلم من سفدا را تک و تنها مانده نمیتونم. هرچی که میشه شوه ای کارا نمیتونم. علی جانت جایش میبرم. ما میبرمش. بیدار میشه. مادر تو خوشو بچه قندم ما تا رده جایت میبرم. گفتم واسکو. واسکو ای کارا نمیتونم. ای کارا نمیتونم خدایا. نمیتونم. خدا لعنتت کنه. اویگو سفدا با خوبی دروازه رو واسکو. خدایا خودت کمکیم کن. کمکیم کن. خدایا لطفا کمکیم کن. چی میشه کمکیم کن. سفدا
سفدا خدایا من چی کنم خدایا علی اینقدر مشکلات چطور تونستی دیر کنی؟ از دیگه طرف غم بچه چطور تحمل تونستی؟ از بین اونقدر مشکلات زیاد چطور تونستی؟ به زندگی عادی ادامه بدی علی؟ سیفدا تو چوری سوالا پرسان کردی؟ نمیفهمم. ما بعضی وقت زیاد خسته میشم. میخوایم برای همیشه از بین برم، اما بعدا طرف تو میبینم تو از بین اونقدر بار سنگین تانستی با آسانی بلند شد، محکم سر پای خود استادستی. واقعا چطور موفق شدی علی؟ لطفا اگه به ما یاد بدی شاید بتونم مثل تو محکم استاد شوم، ای قسمی با آرامش برسم و شایدم نجات پیدا کنم، ای که مثل تو یک روز محکم استاد شده بتونم، قوی شده بتونم. اینقدر زیاد میخوایم که نگو. واقعا چی قسم کردی؟ برام یاد بده قصه کن لطفا. هیچ آسان نبود سفدا، برعکس زیاد سخت بود، بسیار. داور گفتم اگه انتقام ما بگیرم، فکر کردم درد سلیمان کم خود شد. انتقامم گرفتم، اما هیچ قسمی که فکر میکردم نشد. با جایی که دردم کم شوه بیشتر شد. هر روز بدون چاره در تاریکی های کلام با یک زخم بزرگتر تک و تنها موندم. بعدش به درگاه خداوند پناه بردم. وقت پناه بردم خدا پیدا کردم. با پناه بردن درونم آرامش پیدا کرد. اگه فقط به خدا اعتماد کرده به طرف او بری، او هم به خاطر کمک کردن به تو راه ها را نشان میده. وقتش رسیده، باید در جماعت برم، نمازم بخورم. علی میشه به مام نماز خواندن یاد بدی؟ البته. ببین دیگه تحمل کردن نمیتونم. هر قسمی که شوه بالاخره عزم میشی. دروازه را باز کن. اویگار درست است سر، درست است. جانم امکان داره که من به تو ضرر برسانم؟ من تو را بسیار دوست دارم. حالا این دروازه را باز کن. ضرور نیست که بترسی زندگیم. سفدا
هر کاری که مکدم دقیقا تمامتو میکنی. صحیح. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. به خاطر تمام مشکلاتی که در سر ما آمده به تو پناه میبرم. پس تو از ما محافظت کن. خداوندا به خاطر پیدا کردن و نجات دادن او کمکم کن. به خاطر که از اینجا نجات پیدا کنم به من قدرت بدی خدایا. قدرت تو به من کافی است خداوندا. آمین. نترس سیفدا. هوش کنی نترسی. تو از دست و آدم پست نجات میدم. خاله نادیه. خاله نادیه. خدا داد تو هستی؟ چی شده بچه؟ خاله نادیه ایره بگیرین به کاکو یوسف بتین. زمستان نزدیک از کالای گرم بپوشه. خدا داد یوسفم سال گذشته مرد بچیم. حتما یادت رفته. شما راست میگین. آلی ایره او پوشیده نمیتونه. خیره کی به نظرتون بپوشه؟ ده اونجا خانه کاکا رحمی است. او زنده است؟ زنده است. میشه شما ایره برش بتین؟ مال رفته نمیتونم زیاد کار دارم. ایام از شما از خاله نادیه. اینا دیگه چی هستن؟ چند روز پیش وقت نواسیت از دکان برآمد فهمیدم که پول نداشتین. از این خاطر ایره آوردم براتان. تو یک چیز امکان داره. حتما اشتباه کردی. نه این قسم نیست. حتی در جیبم پول بود نتانستم او را براتان بتم جگر خون شدم. برات گفتم اشتباه کردی. خدا داد بچیم. خاله نادیه من چیز را که ببینم بشنوم فراموش نمی کنم. ببینین تا دان خانه تان آمدیم لطفا قسم نکنین. بگیرین. در داخلش جیگرام است. من تخم جیگر زیاد خوش دارم. نواسیتانم زیاد خوش داره. برش پخته کنین. نه ایره نمیگیرم. نه نمیشه. میشه بیاز زیاد نیست. نمیگیرم بچیم بس. هر وقت دل نواسیت چیز شد باز برش بخر. اما من به پول نیاز ندارم. چی میشه خاله نادیه؟ به خاطر که ضرورت ندارم براتون ایره میتم. لطفا ایره از دستم بگیرین. آی خداوند از شما راضی باشه. دست مرا پس نزدین. دقم خوبی کردین. کمکم کردین. مبارکم باشه. اما گریان نکنین. مرام گریان میگیره. من زیاد کار دارم. من دیگه میرم. الهی هر مرادی که داره برآورده شود. چیز مهمی نیست. فقط سرش حمله آمده. میفهمین وضعیت او چندان خوب نیست. نه از او خاطر برش دوای مسکن دادم کم استراحت کنه تا صبح خوب میشه. من به خاطر معاینه کردنش صبح دوباره میم. زنده باشی متین. بازم شفا باشه. بفرمایید.
دختر مقبولم، تو را از دست نمیتم. بر قیمت که باشه بازم تو را از دست نمیتم. بیازو زینب مریض است. زینب اگه خبر شود دختر اسلیم نیست، این هیچ وقت تحمل نمیتونه. لب و روی تای قسم کشال نگی لطفا. سیفدار پیدا میکنیم، تو تشویش نکن. سیفدا خدا میفهمد در چی حالت باشه بیچاره. شاید حال زیاد ترسیده باشه. از این میترسه که بعد از این علی و خانوادهش دیده نمیتونه.